سلام علیکم بیننده‌های عزیز، مونده نباشین. انا شما خواهشمندم که چیز کنیم از کانال حیرت برد امی برنامه نگاه کنیم و لایک کنیم. امیجگاه یک کلیدک سرخیه او بشاردیم زنگولگک میاد. زنگولگک کامت میگه تلک 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 درنگ پرنگ میکنه. غلط هرچی برنامه داره غلط که دیگه نگاه کنیم دیگه. خوش آمده شما باشید. تو خوب چی ببرونی؟ رشتم میخونی نمونده دوشم. به به خوش آمدین. چشما میریشم که شما میبینم. سلام خانوم جان. به به ششما روشن. میبینم که میبینم. تو کجا؟ اینجا کجا؟ کجای ناشمان که کم پیدایی؟ گفتم بیام پیش یک دمی بشینم. برو در پاکنم خدا میرو تو دکتر میسوزونو. چه کاره؟ افخر گندیده بوی میده پیش میمیه. با یکی بوی میدم. باز از ولگردی خلاص شدی بیمیده که چیز میزی به جونی بری زر بکشی. 100 بار بگفتم به توهین نکن. بفهمیدی توهین نکن. چشما ماروشم بازی تو بریم غیرتی شدی که میگی توهین نکنی. به درک به من دادی من بزن فاش بدی ولی به تریان نگو زهرمار. او روزم با تو بگفتم نگو زهرمار. بگو عشق. بگو مایه حیات اصاری حیات. بگو سفینه فضایی. بگو یا پیشه داری خاطر که غلول کفته ششه میشه هیچی نزدم پشتا بالی نمیشینه. خب گوشا خوروا کن. دیگه آشغالات خونه رم برای تو نمیدم. چی جا برسه بیزی که برای تو پول بودم. آشغالا در خونه صبح ببردم بفروختم. نامرد هم بگو 8 روپیه میشه. مفخور آدم حرومخوری دیگه بهشون آشغال نمیبرم. بله دیگه هرچی به خونه بود ببردی بفروختی و با دعوا دادی. حالی بیا میدی برای میگی پینجه پولی بده. بخه برو گمشو از خونه بدر شو. نه کجا برم؟ میگم خونه برم. اینجا خونی منه زندگی منه حریم خصوصی منه. هم فرد میگه برو از خونه بدر شو. نام خدا تو پس به حریم خصوصی هم میفهمی. اگه به حریم خصوصی سر تو وا میشد نمیرفتی خونه ها مردم دوزی نمیکردی کیفا اینا نمیزدی. تیاره دیگه بد کردم با تو گفتم حریم خصوصی. اصلا میرم بفهمیدی. امی خونه هم از تو امی زندگی هم از تو. من 15 روپیه بدی از 15. 1 روپیه هم نمیدم. برو گم شو. یعنی همین خونه خودمی دنگ و فنگی و من 15 روپیه نمی. یک خونه نکن که به خدا زنگ بزنم برو آخ که بیای تو رو ببره دولت که تو رو آدم کنم. نه تو به 100 پرچه که من قسم که بر به دست دولت ندی. آخه میگیرم آدم یخ میریزم ولی آدم میبرم به کلینیک تلکیتی اونجا آدم پودکلی میکنم آدم بسته میکنم آدم هیچ چی بگم اذیت میکنم دیگه. پس برو جون خور نجات بده. برو ترک کن بر و خودم شدی باز بیا به خونه. میرم این حالی میرم. خب یا تو باشه که پشیمون میشه. این خط این هم نشون میرم که بخیر شکست عشقی بخوری از دوریمه موتاچ. بفهمیدی؟ بوف شکست عشقی بخورم از تو. تو نه مردی نه آدمی نه هم غیرت داری. من تیار میکنم کار دارم خودی شما همه شما رو میکشم قومات رو هم من میکشم. بفهمیدیم؟ طور که 2 بار میکشم
اصلا میفهمی چی کار میکنم؟ چشاتون میکشم مثلا سیخ میکنم موها براتونم آتیش میزنم دست خداق میکنم بعد میکشم کیف میکنم فهمیدی؟ شما کار دارم من خودی خود میکنیم من خودی بیره میکنیم به من 15 نمیدی بیچاره تو برو اول به سر پا خستاد شو با گبس کشتن بزن بعد بخواه که تو چند ساله بمردی تو خبر نداری من چند ساله بمردم من بمردم باشه یک شیک بکنم ببینم زنده یا تو لاش میگی نه داد میکنه با آدم که زنده دینگ دینگ $100 همه گفتی نه پیزایی بده نازمان بگی یعنی هم از هر چیزی شانس بده مردم زندگی دارن ما هم زندگی داریم